لحن طنزآمیز و متعایبه‌گونه ژیژک. ژیژک برخلاف هگلی‌های چپی به ویژه فوئرباخ و مارکس که مسیحیت را از منظر فلسفی سیاسی مورد نقد قرار دادند، مدعی شده است که در گسست از منطق، میل و تمنا در راستای الوهیت متعالی، مسیحیت منطق سرمایه‌سالاری را از طریق تاکید بر عشق به چالش گرفته است و به هیچ روی در راه تثبیت فرهنگ مصرفی بر نمی آید. گفته می شود که ژیژک نظرات خود در مورد مسیحیت را از بحث‌های هگل از رساله سخنرانی‌هایی در باب فلسفه و دین اقتباس نموده. هگل در این رساله یادآور شده است که سایر ادیان از جمله یهودیت صورت ناقص مسیحیت محسوب می شود و هر تقدیر ژیژک هرچند شکاکیت و بنیادگرایی معاصر را مورد نقد قرار داده، مدعی است که مسیحیت چارچوب نظریه او را قوام بخشیده است. مارکوس پاند، استاد و محقق دانشگاه دورهام در حوزه مسیحیت کاتولیک، در بحث ژیژک راجع به مسیحیت به اهمیت موضوع ایمان اشاره نموده و مدعی است که ژیژک نوعی الهیات ماده‌گرا را در گفته‌ها و نوشته‌های خود مطرح کرده است و در این زمینه تفسیرهای ژیژک را با پرسش‌های عدیده‌ای روبرو ساخته است، به ویژه در مواردی که وی الهیات مسیحی را با جنبه‌های سیاسی رویکرد خویش پیوند داده. در واقع به تعبیر مارکوس پاند، ژیژک کوشیده است اولویت لیبرالیسم سکولار را در پرتو تفسیر کلامی و الهیاتی خود به چالش گیرد. بدیهی است که ژیژک راه لکان را در رمزگشایی از دودمان پژوهی دینی در پرتو نام پدر و قرار دادن آن در سامان نمادین، تعریف خدا را در گستره ناخودآگاه تشریح نموده و از این رو ژیژک نیز بر همین پایه راه خود را بر تفسیر لکان از مسیحیت مستند ساخته است. میتوان گفت مارکوس پاند راه را بر فهم عمیق‌تر مناسبت اندیشه ژیژک در پیوند با ابزار روانکاوانه لکان هموار ساخته است و در اینجاست که میتوان الهیات ماده‌گرای او را دقیق‌تر دریافت. در حقیقت میتوان گفت مارکوس پاند به سیاق تفسیر گادامر از فلسفه هایدگر گفتمان نامتجانس ژیژک را صورتی متمدنانه بخشیده است. این درست همان شگردی بود که گادامر در مورد فلسفه هایدگر به کار برد و آن را ملموس‌تر ساخت. به دیگر سخن مارکوس پاند بحث‌های ناپیوسته و مبهم ژیژک را در زمینه الهیات مسیحی صورتی منظم و به سامان داده است، زیرا که هدف اصلی پاند عرضه تبیینی منسجم از رویکرد ژیژک بوده است. مفصل این بحث را می توانید در سخنرانی‌های پاند در یوتیوب بهتر دریابید. در حقیقت شیفتگی ژیژک نسبت به اندیشه‌های لکان استدلال‌های وی را با ابهامات و چالش‌های گوناگونی روبرو ساخته است. در اینجا بایسته است که کتاب معروف مارکوس پاند موسوم به ژیژک درآمدی سخت انتقادی اشاره کنیم. او توانسته است با انتشار این اثر تحقیقی با اقبال دانشگاهیان اروپا و آمریکا و استرالیا روبرو شود. پاند در کتاب خویش کلیه آثار مکتوب و غیر مکتوب ژیژک را مورد مطالعه قرار داده و آنها را در خوانش‌های خویش به صورتی دقیق و جز به جز تحلیل کرده است. اکثر منتقدین این کتاب را درآمدی قابل فهم در مورد جهانبینی ژیژک می‌شمارند. در حقیقت نگاه او به ژیژک و آثارش نگاهی است هرمنوتیک. در این اثر یادآور می شود که برداشت ژیژک از اندیشه‌های لکان خود رویکردی است محاکاتی و لذا برخورد او نقادانه نیست. به تعبیری بعضی مدعی‌اند که نگاه ژیژک به لکان نگاهی است از سر وفاداری و ادای دین به مراد خویش. بعضی دیگر نیز رویکرد مارکوس پاند را به نوشته‌ها و آثار ژیژک متضمن همین وصف می‌شمارند. در فصل اول کتاب مارکوس تفسیر ژیژک از خشونت را به عنوان افقی سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده. در فصل دوم هستی شناسی نیهیلیستی ژیژک مورد نقادی قرار گرفته. در فصل بعد پاند کوشیده است تن مادی را به دست فراموشی سپرده و به جای آن ایدئالیسم زبانشناسانه را مورد بحث قرار داده است. پاند در فصل‌های بعد خوانش ژیژک در مورد مسیحیت را بر حسب منطق رهاشدگی و وانهادگی به پرسش می‌گیرد.
نکته دیگری را که مارکوس از نوشته‌های ژیژک در ارتباط بین مسیحیت و شاهکارهای هیچکاک یعنی سرگیجه روانی او مورد توجه مارکوس پانت قرار گرفته است. گفتنی است که ژیژک کارکرد مسیحیت را به مثابه نفی در نفی تلقی می‌کند و یا کتاب و کتاب گریزی نامیده است. او مسیحیت را ضد مرگ مسیح میشمارد و مدعی است که ما با خواندن روایت مسیحی به وجهی ترکیب یا هم نهاد محسوب می شود. به دیگر سخن و در تحلیل دیگر ژیژک در خوانش عهد جدید مسیحی به دیالکتیک هگلی